کلزا یا همان کانولا یکی از مهمترین دانه‌های روغنی در صنعت تغذیه دام و طیور می باشد. روغن کلزا به دلیل داشتن اسیدهای غیر اشباع، درصد پایین اسید اروسیک و عدم داشتن کلسترول از کیفیت تغذیه‌ای بالایی برای دام برخوردار است. همچنین کنجاله کلزا یک منبع غنی از پروتئین است که با توجه به نقش پروتئین در ساخت و ترمیم بافت‌ها، حمایت از سیستم ایمنی و سلامت عمومی گاو و گوسفند، استفاده از کنجاله کلزا در تغذیه دام الزامی می باشد. کلزا حاوی مقدار قابل توجهی انرژی به شکل کربوهیدرات و چربی است که منبع با ارزش انرژی غذایی برای دام به ویژه در دوران شیردهی و مراحل رشد می باشد. همچنین به علت دارا بودن مقادیر بالای فیبر رژیمی می تواند به بهبود سلامت روده، بهبود هضم و افزایش جذب مواد مغذی در دام کمک کند. همچنین به علت داشتن طعم و بوی مطبوع برای دام خوشخوراک می باشد. کنجاله کلزا به عنوان جایگزین در مخلوط خوراکی گاو یا گوسفند و یا سایر مواد خوراکی مانند ذرت جو و کنجاله سویا مورد استفاده قرار می گیرد.